دوپامین. بله درست حدس زدید. امروز میخوایم راجع به دوپامین صحبت کنیم. مولکولی با خواص شگفت انگیز. دوپامین چی هست؟ دوپامین عضوی از خانواده کاتوکولامین ها و فناتیل آمین هاست و جزو هورمون های دسته جنگ و گریز محسوب می شود. شاید واسهتون عجیب باشه یعنی چی؟ دسته جنگ و گریز که از آدرنالین آزاد می شود، یعنی دوپامین در مغز به عنوان ناقل و در خون مثل هورمون عمل می کند. دوپامین در دو زمینه فعالیت دارد که ناقل عصبی در مغز یا هورمون در خون می باشد. در مغز وظیفه یادگیری و دقت، هیجان و شادی، حالتهای روحی مثل افسردگی، لذت، سرخوشی و خواب را بر عهده دارد و در خون باعث گشادی عروق و افزایش دفع سدیم و انقباض عروق می شود. پس می توان گفت دوپامین در کنترل ضربان قلب، فشار خون، عملکرد کلیه و عروق خونی نیز نقش دارد. دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز است که می شود دنیای راجع به این مولکول صحبت کرد. اگر میخواید بیشتر بدونید، نظرتون رو حتما واسه من کامنت کنید. سابسکرایب و لایک شما باعث حمایت و دلگرمی ماست.